سوال 48: کدام توحید است که الله پیش از نماز و روزه بر بندگانش فرض گردانده است؟ کدام توحید است که الله پیش از نماز و روزه بر بندگانش فرض گردانده است؟ جواب: این توحید عبادت است، توحید الوهیت است. پس جز الله کسی را نخوان، از کسی دعا و کمک یاری مدد نطلب، کسی را عبادت مکن، نه پیامبر را نه غیر او را. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که می‌فرماید: و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. و مسجدها از آن الله هستند، پس با الله یا که پس در مساجد الله با الله کسی را شریک قرار نده، کسی را با او مخوان، نه در دعا، نه در عبادت، نه در سجده، نه در رکوع، نه در ای چیزی. پس الله سبحانه و تعالی اولین چیزی که بر بندگان فرض گردانید این توحید عبادت است، توحید الوهیت است. یعنی خالص گرداندن همه عبادات تنها از برای او، نماز، روزه، حج، زکات، هر عملی. و نیز الله می‌فرماید که ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو رو میپرستیم و تنها از تو کمک یاری مدد میطلبیم. فقط الله را بخوانیم و بر او کسی را شریک قرار ندهیم. پس در ابتدا باید عقیده درست داشت، توحید عبادت را درست کرد، بعد عملها مثل نماز، روزه و دیگر اعمال قبول میگردند، وگرنه نه.